برکت اسحاق به یعقوب. و چون اسحاق پیر شد و چشمانش از تاری نمیتوانست ببیند، پسر بزرگش عیسو را فرا خواند و به او گفت: ای پسرم. پاسخ داد: لبیک. اسحاق گفت: اینک من پیر شدم و روز مرگ خود را نمیدانم. پس اکنون سلاح یعنی ترکش و کمان خود را برگرفته به صحرا برو و چیزی برایم شکار کن و خوراک خوش‌طعمی آنگونه که دوست می‌دارم برایم مهیا کن و آن را نزد من آور تا بخورم و جانم پیش از مردنم تو را برکت دهد. چون اسحاق با پسرش عیسو سخن می گفت، ربکا شنید. وقتی عیسو به صحرا رفت تا صیدی شکار کرده بیاورد، ربکا به پسرش یعقوب گفت: من سخنان پدرت را شنیدم که به برادرت عیسو گفت: برایم شکاری بیاور و به خوراکی خوش‌طعم مهیا کن تا بخورم و قبل از مردنم تو را در حضور خداوند برکت دهم. پس اکنون پسرم، سخن مرا در آنچه تو را امر می‌کنم بشنو. به سوی گله بشتاب و 2 بزغاله خوب نزد من بیاور تا برای پدرت خوراکی خوش‌طعم همان گونه که دوست می‌دارد مهیا سازم و تو آن را نزد پدرت ببر تا بخورد و قبل از مرگش تو را برکت دهد. یعقوب به مادرش ربکا گفت: اما برادرم عیسو مردی پرموست و من مردی بیمو هستم. شاید پدرم مرا لمس کند و در نظرش چنین بنماید که او را به ریشخند گرفته‌ام و لعنت به جای برکت به خود بیاورم. مادرش به او گفت: پسرم، لعنت تو بر من باد. فقط سخن مرا بشنو، برو و آنها را برایم بیاور. پس رفت و گرفته نزد مادرش آورد و ربکا خوراکی خوش‌طعم همان گونه که پدرش دوست می داشت مهیا کرد. آنگاه ربکا بهترین جامه پسر بزرگ خیش عیسو را نزد او در خانه بود برگرفت و بر تن پسر کوچکش یعقوب کرد. دستها و قسمت نرم گردن یعقوب را نیز با پوست بزغاله ها پوشانید. سپس خوراک خوش‌طعم و نانی را که مهیا کرده بود به دست پسرش یعقوب داد. یعقوب نزد پدرش رفت و گفت: ای پدرم. اسحاق پاسخ داد: لبیک. تو کیستی ای پسرم؟ یعقوب به پدرش گفت: من نخست زاده تو عیسو هستم. آنچه به من فرمودی کردم. اکنون بشین و از شکار من بخور تا جانت مرا برکت دهد. اما اسحاق از پدرش پرسید: پسرم، چگونه به این زودی یافتی؟ پاسخ داد: یهوه خدای تو بر سر راهم قرار گرفت. آنگاه اسحاق به یعقوب گفت: پسرم، نزدیک بیا تا تو را لمس کنم و بدانم که آیا پسرم عیسو هستی یا نه. یعقوب به پدرش اسحاق نزدیک شد و اسحاق او را لمس کرد و گفت: صدای یعقوب است، اما دستها دستهای عیسوست و او را نشناخت، زیرا دستهایش مانند دستهای برادرش عیسو پرمو بود. پس او را برکت داد. اسحاق پرسید: آیا به راستی تو پسر من عیسو هستی؟ پاسخ داد: هستم. آنگاه اسحاق گفت: خوراک را نزدیک بیاور تا از شکار پسرم بخورم و جانم تو را برکت دهد. پس آن را نزدیک آورد و او خورد. شراب نیز برایش آورد و او نوشید. آنگاه پدرش اسحاق او را گفت: پسرم، نزدیک بیا و مرا ببوس. پس نزدیک رفت و او را بوسید. اسحاق رایحه لباسهای او را بویید و او را برکت داد و گفت: هان رایحه پسرم همچون رایحه صحرایی است که خداوند آن را برکت داده است. خدا تو را از شبنم آسمان و زمین عطا فرماید و از فراوانی غله و شراب تازه قوم‌های تو را خدمت کنند و طایفه ها در برابرت سر فرود آورند. بر برادرانت سرور باش و پسران مادرت تو را تعظیم نمایند. ملعون باد هر که تو را لعن کند و مبارک باد هر که تو را برکت دهد. چون اسحاق از برکت دادن یعقوب فارغ شد، به محض آنکه یعقوب از نزد پدرش بیرون رفت، برادرش عیسو از شکار باز آمد. او نیز خوراکی خوش‌طعم مهیا کرد و آن را نزد پدرش آورد و به او گفت: پدرم برخیزد و از شکار پسرش بخورد تا جانش مرا برکت دهد. پدرش اسحاق او را گفت: تو کیستی؟ عیسو پاسخ داد: من نخست زاده تو عیسو هستم. لرزه‌ای شدید بر اسحاق شد و گفت:
پس آن که بود که صیدی شکار کرده برایم آورد؟ پیش از آمدن تو آن همه را خوردم و او را برکت دادم. آری او مبارک خواهد بود. عیسی چون سخنان پدرش را شنید، نعره عظیم و بسیار تلخ برآورد و به پدرش گفت: پدرم، مرا نیز برکت بده. اما اسحاق گفت: برادرت فریبکارانه آمد و برکت تو را گرفت. عیسی گفت: به درستی که نام او یعقوب است، زیرا 2 بار مرا فریب داد. اول حق نخست زادگی مرا گرفت و اکنون نیز برکت مرا گرفته است. آنگاه پرسید: آیا هیچ برکتی برای من نگاه نداشتی؟ اسحاق به عیسی پاسخ داد: او را بر تو سرور ساختم و همه برادرانش را خادمان او گردانیدم. با غله و شراب تازه او را روزی بخشیدم. پس ای پسرم، برای تو چه توانم کرد؟ عیسی به پدرش گفت: پدر، آیا تنها همین یک برکت را داشتی؟ مرا نیز ای پدر برکت ده، مرا نیز. و عیسی به صدای بلند بگریست. آنگاه پدرش اسحاق او را پاسخ داده و گفت: مسکن تو از فربهی زمین به دور خواهد بود و دور از شبنم آسمان از بالا. به شمشیرت خواهی زیست و برادرت را خدمت خواهی کرد. اما چون بیقرار گردی، یوغ او را از گردنت خواهی افکند. گریختن یعقوب نزد لابان. و اما عیسی به سبب برکتی که پدرش به یعقوب داده بود بر او کینه می‌ورزد. و عیسی در دل خود گفت: روزهای عزاداری برای پدرم نزدیک است. آنگاه برادر خود یعقوب را خواهم کشت. اما ربکا از سخنان پسر بزرگ خویش عیسی آگاهی یافت. پس فرستاده پسر کوچکش یعقوب را فراخواند و به او گفت: برادرت عیسی درباره تو خود را به این تسلی می‌دهد که تو را بکشد. پس اکنون پسرم، سخن مرا بشنو. برخیز و نزد برادرم لابان به حران بگریز. مدتی نزد او بمان تا خشم برادرت فرو نشیند. چون خشم برادرت فرو نشست و کاری را که نسبت به او کردی فراموش کرد، تو را خبر خواهم داد تا از آنجا بازگردی. چرا باید شما هر دو را در یک روز از دست بدهم؟ آنگاه ربکا به اسحاق گفت: به سبب این زنان هیتی از زندگی بیزار شده‌ام. اگر یعقوب یکی از زنان هیتی مانند دختران این سرزمین را به زنی بگیرد، مرا از زنده ماندن چه سود خواهد بود؟